سلام دوستان عزیز، برادران گرامی قدر. البته که هر یک ما و شما بدونیم امروز جایزه سپاری بلاگری سال است. یک جای دیدم میکنیم، من یک تا با شما به نوار میگیرم و پیشکش میکنم. تنها برای شما دوستان عزیز اینا در اینجا جایی که بلاگری میان فیلم میکنن، سلفی میگیرن، همونجا شدید. یک جای میدونیم تماشا میکنیم چه خیلی تیاری رفته است، چه خیلی تیاری دیدستیم. همه برادرها در خدمتم خوب نه چندین شب. دوستان عزیز، مردم کارگر بارون نمیگه، برف نمیگه. اینا اینجا بیرونی کاخ سروش های بیرونه برادر. آره کدا کار کردن برادر اینجا. هوا کم بارون های کار گرم رفته است خیلی. ان شاء الله که این بگاه شده شوی بلاگری سولای برادر عزیز. اینا واسه داشتید ما شما رو بنوار میگیرم و پیشکش میکنم. رفتن میگیریم تا آخر شما بنوار میگیرم. همین کانال من ان شاء الله که تماشا کنین همش میبینید. خدا یارو مددگارتون. کسی که بلاگری سال میشه خداوند بزرگ دعا میکنیم که عمر داره در خدمت همین خلق باشه. الله اکبر. عزیز، اساسیاسیون بلاگران تاجیکستان ماه فوریه سال 2023 تأسیس یافته. ماه اپریل رسما به کار خود شروع نمود. در اساسیاسیون ما زیاده از 30 نفر بلاگران فعال اعضا میباشند. هدف اساسی تشکیل نمودن اساسیاسیون ما طرز درست استفاده بردن شبکه‌های اجتماعی در فضای اینترنتی و بهبود بخشیدن فعالیت در این سمت میباشد. نگفته نماند که در یک مدت کوتاه اساسیاسیون ما خب دوستان عزیز، طول 2 روز میشه دعوتنامه تقسیم کردیم. شکر خدا که قریب بود که ما آخرونش نسپریم. امروز ساعت 5 بیگاه یک شده شوید. بازم مرحمت کنید دوستان عزیز. اینا برادرها با خیلی رنگ و بار دیگه گرفتین پیش کاخ سروش. اینا ببین خیلی رنگ و بار دیگه گرفت. این تلویزیون برادرها اینجا تلویزیون میشود. خب بهترین شدن ها. اینا دیگه جای گپش نیست. پیش کاخ سروش ده همه آمادگی. کاخ سروش آمادگی در سطح عالی برادرای عزیز. کاربار در سطح عالی رفته است. آوازی منصور نعمت فرامرسانی نخواهی کمی رو. سلام علیکم. بلاگری سال. خب دوستان عزیز، همه تا انتظار مرحمت کنین. اینا بلاگری سال. خدا نگهبان آمد. دوستان عزیز، بسیار مرا پرسیدن که مقصد کاخ سروش در کجای؟ کاخ سروش خیلی چه بفهمونم شما را. کاخ سروش در کجای؟ من بسته قبل میدونم اینجا کجای. هم طرف سنتر در کراچی. پرسیدن کاخ سروش نشونتون میتم. اینجا و بلیت قطعی هم نیست برادران. همه دعوتنامه همه را دعوتنامه دادگان. همه جای 6 تا همه جای دعوتنامه برادر عزیز. همین آدرس رو بگو کجا همینجا آدرسش برادر. کجا؟ رفاق центри пештара. خب انا نزدی از 24 етажка камтар боло. 24 етажа ها؟ کم 24 етажа؟ نه 24 етажа центр بگم. هر خلاصه گپ که همینجا داره. دکان میوی. جوینده یا بنده. کاخ سروش. خدا کجا؟ رستورانی بانو با. رستورانی بانو ای کو ایرانی. اون اونجا رو پروی همون اونجا داره. پدر ترما. زنده و سربلند باشید. کسانی که دعوتنامه دارند مرحمت با کاخ سروش.